صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین قسمت از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خدا یکتا باشید. حضرت پولس در آغاز رساله‌اش به مردمی که در شهر کولوسیه با شنیدن پیام حیات بخش انجیل از زندگی گناه‌آلود خود دست کشیده و به سوی یکتاپرستی و تقوا روی آورده بودند را در دعا به درگاه خداوند یکتا میاره و این چنین برای آنها دعا میکند. میفرماید: دعایی که در حق شما میکنم این است که محبتتون نسبت به دیگران روز به روز زیادتر بشود و دانش و بینش روحانیتون به حد کمال برسد، چون دلم میخواد همیشه فرق بین خوب و بد و درست و نادرست را خیلی واضح ببینید و ظاهر و باطنتون طوری پاک باشه که هیچ کس نتواند از حالا تا روز ظهور ثانوی عیسی مسیح به این عالم عیبی در شما پیدا کند. و از خدا میخواهم که همیشه مشغول کارهای خیر و نیکو باشید که نشان میدهد شما از این پس به خدا تعلق دارید و مانند فرزند خلف از پدر آسمانی خود پیروی میکنید و این امر باعث ستایش و جلال خداوند خواهد بود. رسول خدا در دعایش نه فقط مقام و جلالی که خدا یکتا برای ما مسیحیان عطا می‌کند را برمی‌شمارد، بلکه روش زندگی مطلوب و هدف و مقصود آن را نیز برامون آشکار می‌کنه و اعلام می‌دارد که شخصی که مسیحی است باید همیشه به منجی خود چشم دوخته و از او که زنده است تقلید کند. شخصی که مسیحی است باید همیشه به منجی خود چشم بدوزد و از او تقلید کند. و همان گونه که در تمام روزها و ساعات زندگی عیسی مسیح وقتی که در این عالم بود فقط محبت و گذشت و فداکاری نمود و فقط اراده خدا را انجام داد، به همان نحو ما نیز که خود را مسیحی می‌خوانیم باید طوری زندگی کنیم که هیچ وقت به شیطان اجازه ندهیم که از ضعف‌های ما استفاده کنه و ما را به اعمالی که از نظر خدا مکروه و ناپاک است وادارد، بلکه همیشه مشغول کارهای نیکو باشیم، همیشه محبت کنیم، همیشه گذشت و فداکاری را از خود نشان بدهیم و همیشه در اراده خدا زندگی کنیم و از اراده او جدا نشویم، زیرا ما به خدا تعلق داریم و آنان که به خدا تعلق دارند در این عالم فانی در سیرت و صفات الهی رفتار و عمل می کنند. ما به خدا تعلق داریم و آنهایی که به خدا تعلق دارند در سیرت و صفات خدا باید رفتار و عمل نمایند. و دوستان عزیز، این آیه حقیقتی است بسیار مهم که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم، زیرا همه ما ادعا میکنیم خدا را میشناسیم، همه ما میگیم خدا را دوست داریم، همه ما میگیم که حاضریم جان خود را در راه خدا و حقیقت او فدا کنیم. ولی سؤال مهم این است که اگر حقیقتا احساس میکنید که به خدا تعلق دارید و اینکه شما مطیع خدا هستید، آیا در سیرت و صفات الهی رفتار و عمل میکنید؟ آیا عکس العمل شما در برابر مردم چگونه است؟ آیا نشون میدی که خداوند صفاتی داره که شما امروز آن را آشکار کردید؟ مقصود رسول خدا همین است که اگر ما به خدا تعلق داریم، نه فقط زباناً بلکه عملاً حقیقتاً با خدای خودمون معاشرت داریم، مشارکت داریم، بایستی صفات و سیرت مقدس خدا را در زندگیمون عملاً آشکار کنیم. خدا محبته، بنابراین من و شما جز محبت کار دیگری نباید بکنیم. خدا صبوره، ما نیز باید صبور باشیم. خداوند حرف دروغ از زبانش بیرون نمیاد. کلام خداوند همیشه پاک و راست است و ما که به خدا تعلق داریم بایستی پاک و راست باشیم. خداوند مقدس و قدوسه، پس ما نیز جز پاکی و تقوا راه و روش دیگری برای زندگی نداریم. در ادامه تعلیمات خود از آیه 13 الی 20 از فصل اول
او به مقام و کارهای عظیمی که خدا در عیسی مسیح برای ما که به خدا تعلق داریم انجام داده است اشاره میکنه، چون که رسول خدا میخواد به من و به آنان تعلیم بده که برای اینکه در ایمانتون ثابت قدم بمانید و هیچ نیرویی بر شما غلبه نکند، لازم است که بدانید خداوند از روی فیض عظیم خودش برای شما چه اعمالی رو انجام داده تا اینکه شما را به حضور خود بپذیره و بعد قدر کارهای منجی خودتون رو بدانید و قدر شناس باشید، چون اگر در کارهای او تفکر و تعمق کنید آن وقت راه کاملیت خود را خواهید یافت. در آیه 13 و 14 درباره منجی بودن عیسی مسیح صحبت میکنه و از آیه 15 الی 17 درباره مقام خلاقیت و مخصوصاً در عطا کردن حیات ابدی اشاره میفرماید. در آیه 18 مقام مسیح را به عنوان سر یا رئیس و یا رهبر کلیسا نشان میدهد و در آیه 19 و 20 عزیز بودن و یگانه خدا بودن مسیح رو به اثبات میرسونه و نشان میدهد که مقامی که عیسی مسیح در نزد خدا دارد رو هیچ کسی ندارد. در آیه 21 الی 23 الوهیت و مقام ازلی مسیح رو آشکار میکنه که صحبت از عظیمترین مکاشفه در تاریخ بشریته و این مکاشفه دوستان از خدا می باشه. البته خدا خیلی چیزهای دیگر رو بر انسانها مکشوف ساخته، ولی آنچه که در مسیح بر ما مکشوف می‌گرداند بی‌نظیر و بی‌مانند است و بزرگترین مکاشفه در عالم کهکشان‌ها و خلقته. چرا؟ چون خدا یکتا، خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای قادر مطلق اراده میکنه که نه از روی اجبار دوستان، بلکه از روی محبت خودش خیشتن را به نحو بسیار خاصی در عیسی مسیح مقدس به من و شما بشناساند و به ما نزدیک شود. با بیان این مقدمه حالا ازتون دعوت میکنم که به کلام خدا گوش بدهید. آیات رو براتون میخونم و سپس توضیح مختصری درباره معنی آیات به سمتون میرسونم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان فصل اول از آیه 13 الی 20 براتون میخونم. میفرماید خدا ما را از قدرت ظلمت رهانیده است و به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخته که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. زیرا خدا رضا بدین داد، دقت کنید دوستان عزیز، زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود و اینکه به واسطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد، بلی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. ای عزیزان، این آیات نه فقط صحبت از مکاشفه عظیم خدا به بشر در عیسی مسیح میکنه و نه فقط کار مسیح رو برای انسانها بیان می‌نماید، بلکه محبت بی قیاس و عظیم خدا را نسبت به انسانهای گناهکار مکشوف می‌سازد. هر جمله از این آیات، هر لغتی دنیایی از علم الهی در آن گنجانیده است که با کمک خدا سعی می‌کنیم آیه به آیه تا آنجا که فرصت ما را کفاف کند این کلمات ربانی را به زبان ساده تر به عرضتون برسونیم، به این امید که نه فقط شما نیز از محبت خدا آگاه شوید، بلکه با رفع سوء تفاهم ها و درک طریق نجاتی که خدا برای ما مهیا کرده است حاضر بشید که عطیه الهی و محبت عظیمش را در این روز نصیب خود کنی که در آن حیات جاودان است. در آیه 13 حضرت پولس دو کار بسیار مهم و عظیمی که خدا یکتا در عیسی مسیح برای من و شما انجام داده است رو آشکار میکنه و آن اول رها شدن از تسلط و قلمرو ظلمت و تاریکیه و دوم وارد شدن به ملکوت نورانی و آزادی دریافت کردن است. باید یادآور بشم دوستان که خداوند همه انسان‌هایی که قلباً
از گناهان خود توبه نکرده و نزد او اعتراف ننموده و از گناه بازگشت ننمودن را اسیر و در بند اهریمن می‌بیند. گناه در واقع همانند زنجیری است که شیطان آن را بر گردن آدمیان نهاده تا بندگی او را بکنند و شیطان پادشاه تاریکی ها و ظلمت است. کلام خدا می‌فرماید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. ببینید این حالت همه ما انسان ها آن هم از دیدگاه خدا یکتاست و چون همه ما از نظر خدا اسیر و برده گناه هستیم، خود خداوند اراده میکند از روی میل و اختیار و محبتش اراده میکنه که با فرستادن عیسی مسیح زنده راه رهایی رو برای من و شما مهیا کند و مسیح با فداکاری جانش در حقیقت طلسم اهریمن را میشکنه. او با قدرت محبت بر نیروی اهریمن غلبه میکنه و بر اثر این پیروزی که آنانی که حاضر به آمدن به حضورش میشوند را در پناه پرقدرت خیش حفظ کرده و از بندگی اهریمن آزاد میکنه و آزاد میخواهد کرد. اما نه فقط آزادی میبخشه بلکه ما را نیز به ملکوت خدا یا ملکوت نور می آورد و هدایت می کند. او نه فقط ما را از گناهانمون می رهانه بلکه ما را جزو شهروندان ملکوت سماوی می کند. این تغییر عظیم در زندگی هر انسان دوستان مستقیما به جانبازی و فدا شدن مسیح بر روی صلیب دارد. خدا چشم بسته گناهان بشر را نمی بخشه هر چقدر هم خدای محبت و بخشنده و قدوس باشه، بلکه فرموده است که برای هر عملی جزایی است. هر چرا بکاری همان را درو خواهی کرد. ما نیازمند منجی بودیم، منجی که خود باید پاک و بیگناه و آزاد و عاری از هر گناه باشد. ما نیازمند رهاننده‌ای هستیم که خود مانند سایر انسانها اسیر نباشد. این رهاننده می بایستی از آسمان بیاد، چون هیچ انسانی که مطلقاً بی گناه باشه از نسل بشر تولد نیافته است. این را دوستان خدا میگوید. خداوند میگوید که گناه مورثی است و بشر در گناه و عالم آلوده به گناه مولود گردیده است. اما خدا را شکر که مسیح مقدس از بالا یعنی از آسمان آمد. در او فدیه آمرزش گناهان است. او کفاره گناهان ما را با فداکاری و جانبازیش بر روی صلیب پرداخت. او مرگی را که من و شما می بایستی به خاطر گناهانمون تحمل کنیم را تحمل کرد تا ما را آزاد سازد. او تاوان گناهان ما را داد و در حقیقت ما را آزاد کرد. پولس رسول در این چند آیه لااقل 5 امتیاز آسمانی رو که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب همه ایمانداران میشه رو برمیشمارد و برای آن خدا را شکر میکند. چیزهایی که من و شما که به مسیح ایمان آورده ایم در اختیار داریم و بایستی هر روز به خاطر آن شکر کنیم. و اگر دوستان عزیز شما این برکات را ندارید، بدانید که رابطتون با منجی عزیز درست نیست. اول برای حقیقت آسمانی. دوم اگر ما در مسیح و برای مسیح زندگی می‌کنیم میراث آسمانی رو نصیب خود می‌گردانیم، میراث مقدسین در ملکوت نور. سوم او ما را از قدرت و دنیای ظلمت رهانیده است. چهارم او ما را به ملکوت خدا آورده و پنجم او فدیه گناهان ما را با فداکاریش بر روی صلیب پرداخته است. او ما را بخشیده. ولی چقدر جای تأسفی که حتی بعضی از مسیحیان متوجه این همه عنایات آسمانی نیستند و نشدند و در نتیجه آنطوری که باید و شاید شکرگزاری خدا را نمی کنند و چون از این نعمتهای آسمانی اطلاعی ندارن هنوز روحشون اقلاع نشده. حقیقت این است دوستان عزیز که بزرگترین مشکل بشر گناهانشه و این مشکل دوستان نه به وسیله فلسفه، نه به وسیله علم و دانش، نه به وسیله تحصیلات، نه به وسیله قدرت انسان و حتی به وسیله اعمال مذهبی حل و فصل نمیشه. گناهکار محتاج به نجات دهنده است و در این دعای خداوند آشکار میکنه که چگونه مسیح مقدس به عنوان نجات دهنده و منجی بشریت آزادی ما را از گناه مهیا کرده است و مشکل ما را حل نموده است. پس به این آزادی که خداوند مهیا کرده است روی بیاورید و با ایمان به نزدش آیید.
من با دوستان زیادی در مورد فیض خدا صحبت کردم. متوجه شدم که خیلی‌ها میخوان فیض خدا رو یا کار منجی رو فقط به وسیله عقل و حکمتشون و یا مسائل ریاضی حل و فصل کنن و بفهمن، ولی چون قادر نیستن اون رو از نظر مسائل انسانی حل کنن، اون رو رد میکنن. ولی دوست عزیز، فیض خدا چیزی نیست که به وسیله عقل بشر حل بشه. فیض خدا یعنی عطیه‌ای که لیاقتش رو نداریم ولی خدا به ما داده است. اگر حقیقتاً می‌خواهید به حقانیت پیام انجیل و بخشش گناهان پی ببرید، بهترین راه تجربه است. خودتون بیایید اون رو تجربه کنید. بیایید و بچشید تا ببینید که به راستی خداوند ما خدای نیکو و نجات دهنده جهان است. و ما از آیه 15 الی 17 درباره قدرت خلاقه مسیح و مقام آسمانی او در این عنوان سخن می‌راند. دوستان عزیز، در مورد این آیات باید بگویم که اولا در مورد شخصیت عظیم‌الشأن منجی بشریت داره صحبت می‌کنه و واقعیت اینه که هیچ کدام از ماها قادر نیستیم نه فقط مقام و عظمت و جلال منجی بشریت عیسی مسیح رو اونطور که هست بیان کنیم، بلکه لغات و جملات انسانی نیز نمیتونه آن را بیان کنه. چرا؟ چون ما قادر نیستیم به جلال و عظمت و توانایی و مقام او با عقل محدود بشریمون پی ببریم و مسلم است که نخواهیم توانست مقام او را آنطور که هست شرح بدهیم. ولی خدا را شکر میکنیم که خدا به وسیله الهام خود در اینجا مقام منجی رو بر اون بازگو کرده و اگر عقل ما قادر به فهم آن نیست، نباید آن را ندیده بگیریم و یا چشم بسته از آن بگذریم، بلکه باید گفت که کلام خداوند اگر به وسیله عقل بشر قابل فهم نباشه، ضد عقل هم نمی باشه، بلکه مافوق عقله. و این ما هستیم که باید از خداوند طلب کنیم که به ما حکمت و فهم روحانی بدهد، بصیرت روحانی بده تا عالم معنویت را با حکمت روحانی و با چشمان روحانی بفهمیم و ببینیم. عیسی مسیح میگوید خدا روح است و آنهایی که میخوان خدا را به راستی بپرستن بایستی به وسیله روح و راستی بپرستن، نه با عقل و منطق بشریشون. در غیر این صورت مطالب عالم روحانیت از نظر انسان ناقص العقل و حتی کفر محسوب خواهد شد. چرا؟ چون که ما فوق عقل ما انسان ها می باشه. باید عرض کنم که این قسمت از کلام خدا که از عمیق ترین آیات علم الهیات نیز محسوب میشه، در حقیقت پاسخگوی کسانی است که منکر مقام روحانی و ازلی و ابدی عیسی مسیح هستند. پاسخ به کسانی است که اشتباهاً مسیح را فقط یک پیامبر معمولی خدا می‌دانند. پس تمنا می‌کنم که یک بار دیگه به آیات توجه کنید و بعد به معنی آن. می‌فرماید و او صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او آفریده شد. ببینید در قسمت اول آیه 15 می‌فرماید که مسیح صورت خدای نادیده است. دوستان عزیز، در اینجا سوء تفاهم نشه. ما مسیحیان پس از یهودیت اولین گروه در عالم بشریت بودیم که پرچم وحدانیت خدای نادیده را در جهان برافراختیم. این مسیحیت بود که برای اولین بار به جهانیان مژده داد که جز خدای واحد قادر مطلق، خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای دیگری نیست. و این مسیحیت بود که در کتاب مقدس پیام این را که خدا جسم نیست به بشر رسانید و نشان داد و اعلام کرد که خدا نه جسم دارد و نه شکل و شمایلی و یا خدا در فرم خاصی قرار نگرفته. حالا ممکن است سوال بشه که اگر این طوره، اگر این عقیده مسیحیت، پس مقصود از این آیه چیست؟ مقصود از مسیح صورت خدای نادیده چیه؟ باید بگم که دوستان عزیز، مقصود از این که مسیح صورت خدای نادیده است این نیست که شکل و قیافه مسیح مثل شکل و قیافه خدا باشه. خیر، اگر این طور فکر کنیم آن وقت بزرگترین گناه را مرتکب شده و کفر گفتیم. بلکه مقصود از صورت در اینجا تشابهات اخلاقی و سیرت و صفات درونی است، به طوری که در مسیح ما قادر هستیم آن صفات و سیرتی را که درباره خدا می‌دانیم و می‌دانیم فقط به خدا تعلق دارد
به طور کامل ببینیم و یا در حقیقت مسیح آینه است که صفات و سیرت و شخصیت ذات باری تعالی را بر ما آشکار می کند. او نشانه ای است از خدای نادیده. کتاب مقدس می فرماید هیچ انسانی نمی تواند روی خدا را ببیند و زنده بماند. هیچ انسانی نمی تواند روی خدا را ببیند و زنده بماند، ولی خدا با آشکار کردن صفات و سیرت خود در مسیح در حقیقت ذات خیش را به بشر می شناساند و به وسیله این مکاشفه آسمانی است که قادریم خدای نادیده خود را بهتر بشناسیم، خدای بی شریک و بی نیاز خود را بهتر عبادت کنیم و خدای قادر مطلق و ازلی و ابدی را بیشتر دوست بداریم. یکی از تفاوت‌های عظیمی که بین مسیحیت و سایر مذاهب عالم وجود داره همینه که در مذاهب دیگر خدایی که خالق، خدایی که قادر مطلق، در حقیقت یک خدای ناشناخته است که نه فقط از انظار آدمی بدوره و انسان نمیتونه به او دسترسی پیدا کنه، بلکه از صفات و سیرت او مردم چندان اطلاعی هم ندارن. به زبان دیگر خدای ناشناخته است که بشر از ترس او را عبادت و اطاعت میکنه و آنقدر شأن و مقام او عظیمه که هرگز رابطه و مشارکتی مستقیم با خالق و مخلوق نمیشه وجود داشت، در حالی که در مسیحیت اینطور نیست. در مسیحیت خدای نادیده، خدای قادر مطلق، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک، خدای یکتا از روی محبتش خودش اراده میکنه که با بنده گناهکار و عاصی تماس داشته و با او مشارکت داشته باشه، نه به خاطر اینکه انسان لیاقت آن را داره و یا توانایی آن را داشته باشد. خیر، ابدا. اتفاقاً کوشش بشر برای رسیدن و شناخت خدا به اتکا به نیرو و حکمت خود به هیچ جای نرسیده و نمیرسد. برعکس، خدا وقتی ناتوانی و عجز انسان را میبینه، از روی محبت و فیض عظیم خودش اراده میکنه که با آدمی در تماس باشه، صحبت کنه، مشارکت داشته باشه. خدا انسان را دوست داشته و دارد و برای همین بود که او را نه فقط اشرف مخلوقات نمود، بلکه سیرت و نفس خود را نیز در آدمی دمید. برای چه دوستان؟ تا انسان با او مشارکت داشته باشه، تا نماینده خدا در خلقت باشه. ولی این آدمی بود که از اختیار و اراده حق سوء استفاده کرد و خود را گرفتار گناه و ظلمت نمود و اسیر شد، اسارتی که خود نمیتونه از آن آزاد بشه. برای همینی که خدا از روی محبتش اراده میکنه که در مسیح با ما به نحو خاص و یگانه دوباره صحبت کنه و با ما تماس مستقیم داشته باشد. دوستان عزیز، این مکاشفه خداست که در اینجا داریم با شما صحبت میکنیم، بزرگترین مکاشفه خدا. و واقعیت اینه که وقتی مقام و قدرت و اعمال و زندگی عیسی مسیح رو دقیقاً مطالعه می‌کنیم و آن را با دیگر پیامبران انبیا مقایسه بنماییم، متوجه خواهیم شد که تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است. مسیح حرفایی میزد که جز خدا کسی دیگری نمیتونه بزنه. او اعمالی انجام میداد که جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونه انجام بده. او قدرتی داشت که جز خدا هیچ کسی دیگری آن را در اختیارش نداشت. خدا در مسیح جلال و سیرت و شکوه و قدرت خیش را آشکار میکنه تا من و شما که طالب شناخت خداوند هستیم بتونیم به راستی او را آنطور که هست بشناسیم. حضرت یوحنا در این باره میگوید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به وسیله او آفریده شد و به غیر از او هیچ چیز موجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد اما تاریکی آن را در نیافت. در رساله به فیلیپیان وقتی که حضرت پولس میخواد به ما تعلیم بده که باید مسیحاوارانه زندگی کنیم، به این مقام پرجلال مسیح یک بار دیگه اشاره میکنه و از آن برای ما نمونه میآورد و میگوید پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت. دوست عزیز، این آیات حکایت از نزول خدا یکتا در جسمی به اسم عیسی مسیح می کند. دقت کنید، این آیات صحبت از مکاشفه از نزول خدا یکتا در جسمی به اسم عیسی مسیح می کند. ببینید، کلام خدا نمیگه که مسیح به شکل و سیرت خدا شد، خیر، و یا رسولان مسیح تعلیم نمیدن که مسیح به چنین مقامی رسید، ابدا. دوستان، برای انسان غیر ممکنه و محال است که به چنین مقام روحانی برسه، ولی برای خدا
امکان داره. برای خدا ممکن است که خیشتن را به هر طریقی که بخواد به بشر آشکار کند و بشناسد، آن هم بدون آنکه لحظه‌ای از مقام خدایی خودش جدا بشه و یا حتی خدشه‌ای به جلال و جبروت او برسد. برای خدای قادر مطلق و توانا این امکان است که حتی امروز و همین ساعت خودش رو به من و شما ظاهر کنه و با من و شما صحبت کنه، آن هم به هر طریقی که اراده کند. این گناه نیست، این کفر نیست که بگوییم خدا میتواند این کار را بکند. عرض کنم وقتی که با دوستان صحبت کنیم میگیم خدا را چطور میشناسی؟ میگه خدا قدرت خویش را در طبیعت آشکار کرده و به وسیله کارهای او میتونیم او را بشناسیم. خدا در کلامش صحبت کرده، پس به وسیله گفتارش میتونیم به شخصیت خدا پی ببریم. دوستان، اگر خدا در خلقت، در درخت و طبیعت و دریا و اقیانوس و کهکشان‌ها به نحوی خویشتن را آشکار میکند، آیا کفر است که بگوییم خدا اراده کرد که سرانجام در عیسی مسیح با من و شما صحبت کند؟ دوست عزیز، کتاب مقدس انجیل میگوید او این کار را در مسیح برای ما انجام داده است تا من و شما او را بهتر بشناسیم. چرا خدا این کار را کرده؟ چون او من و شما را دوست دارد. به خاطر شما و به خاطر من این کار را نموده تا مبادا مثل اکثر مردم عالم تصویری که از خداوند داره تخیلی باشه، بلکه ما خدای واحد حقیقی را آنطور که هست بشناسیم و بپرستیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مظهر خدا عیسی مسیح زنده با شما باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.